سلام، امیدوارم که حال همتون خوب باشه، حال خانواده محترمتون خوب باشه و جاتون امن باشه. امروز که یکم اینترنت بهتر شد، ولی که واقعا احساس دلتنگی میکردم و دوست داشتم که یکم حرف بزنم و نکته بعد اینه که خیلی دوست داشتم بگم اینه که به هم روحیه رو حفظ کنین، به هم حال خوب هدیه بدین. این میتونم بگم تنها کاریه که میشه الان تو این شرایط کرد و حفظ روحیه واقعا مهمترین چیزه و امیدوارم که از این روزهای سخت خیلی سریع عبور کنیم. یه تشکرم دوست داشتم واقعا از مردم ایران بکنم که تو این شرایط سخت به همه هموطنها تو شهرهای مختلف جا دادن، پناه دادن و خیلی واقعا صمیمانه در کنار هم دارن این روزهای سخت رو میگذرونن. مراقب خودتون باشین. دوست دارم که از حالتون، حال خوبتون به من یه پیغام بدید.